دادستانی کلی تاجیکستان از بازداشت 10 نفر خبر داد که به گفته یوسف رحمان دادستانی کل با گروه‌های اغواانگیز در خارج کشور همکاری کردند. یوسف رحمان روز 2 فوریه در حضور خبرنگاران از این گروه‌های به گفته او اغواانگیز نام نبرد، اما پیشتر از این مقامات تاجیک در صحبت‌های خود با اشاره به گروه‌های اغواانگیز از سازمان‌های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و حزب نهضت اسلام یادآوری می‌کردند. هرچند این سازمان‌ها چنین اتهامات را رد کرده گفتند آنها مخالف سیاسی حکومت تاجیکستان هستند و به خاطر سرکوب دیگر اندیشان نمیتوانند در داخل کشور فعالیت کنند. یوسف رحمان دادستانی کلی تاجیکستان روز 2 فوریه نگفت که این 10 نفری که بازداشت شدند کیها هستند و بر اساس کدام اتهام علیه آنها پرونده جنایی باز شده است. فقط در داخل مملکت در یک ماه اخیر قریب 10 نفر شهروندان تاجیکستان که در همکاری با آنها قرار داشتند و معلومات‌های بر دروغ اغواانگیز بر ضد حکومت جمهوری تاجیکستان با آنها ارسال می‌کردند. ما آنها را معین کردیم، دستگیر کردیم، به حبس گرفتیم. در آینده نیز کسی که با منفعت خائنان ملت کار میکند، فعالیت میکند، بر ضد منفعت مردم تاجیکستان کار میبرد، فعالیت میبرد، ما آنها را آشکار میکنیم، حتما به جوابگری جنایتی میکشیم. اظهار نظر دادستانی کل درباره بازداشت 10 نفر در حال است که برخی از فعالان مخالفین از بازداشت 10 نفر از سوی مقامات خبر دادند. هرچند دادستانی کل از افرادی به گفته او خائن و اغواگر نام نبرد، اما پیشتر از این در رسانه‌های رسمی مخالفینی در خارج بوده حکومت را با این نام ذکر می‌کردند. خود مخالفین این همه را رد می‌کنند. از پرونده های پرسر و صدای مربوط به مخالفین قضیه دانه نبی 80 ساله است که در ماه دکبر سال گذشته به 7 سال زندان محکوم شد. دادستانی کل در این باره نیز شرح زیاد نداد. هست سیری خدمتی، هست پرونده جنایتی که باید سیری تفتیشاتی دارد. ما یکم دلیل ها را پورا به سهم شما رسانده نمیتونیم. در نشست دادستانی کل مسئله بازداشت محمود آدینف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات نیز صدا داد. دلیل های کافی در پرونده جنایتی جمع آورده شدند. دادستانی کلی تاجیکستان خبر لطوکوب شدن محمود آدینف را در بازداشتگاه رد کرد. این همه دروغ است، اغوا است. خود آدینف در آخرین مرافعه دادگاهی گفته بود لطوکوب شده ستون مهرش آسیب دیده است. نزدیکانش نیز گفتند که او شکنجه شده به زور به پای راست می ایستاد. یوسف رحمان همزمان در رابطه با پرونده این فعال سیاسی گفت درباره او دلیل‌های کافی جمع شده بود، اما دادستانی کل این دلیل‌ها را ذکر نکرد. خود آدینف که به 14 سال زندان محکوم شده است، اتهام علیهش اعلان شده را بی اساس نامید. دادستانی کل تاجیکستان همچنین گفت در سال 2020 صادرشوی جنایت‌های وابسته به افراطگرایی در کشور افزایش یافته است. هرچند برخی از سازمان‌های حامی حقوق گفتند حکومت تاجیکستان با بهانه مبارزه با افراطگرایی مخالفانش را زندانی می‌کند.